در شب ایجادی نوقلمان عضو محفل ادبی وارثان ترسونزاده دانشجوی کورس دوم فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان نادره خنجرова و خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 98 شهر ترسونزاده یعقوب جان علیجانزاده نورسان و جوانان زیاد از گوشه و کنار شهر و ناحیه‌های منطقه حصار و شهر دوشنبه اشتراک داشتند. اشعار این دو جوان ایجادکار که قدم‌های نخستین خود را به صفحه ادبیات می‌گذارند قریب که تمام موضوع‌ها را در بر می‌گرفت. همزمان دیگر اعضایان محفل بسیار فعال بودند. از قرائت شعرهای خویش، اجرای نقش در صحنه‌چه‌های هجوی و راویگی که همه را برداشت خود گرفته بودند واقعاً دیدنی و شنیدنی بود. همین خیلی چورابینی‌ها می‌تواند که در تبلیغی بیشتری با کتابخوانی رو آوردن جوانان و نورسان با بیراهگردی و اوباشی و دزدی مثل سر و کار نگرفتن آنها باعث شود، چون که وقتی که دیگر جوانان می‌بینند که همسین آنها همسالان آنها مثل علاقه در سن جوانی شهرتیار میشوند، علاقه یک مثل شایسته احترام مردم میگردند، به اختیار آنها نیز کوشش میکنند که چنین باشند و رو میآورند به معنویات، به شعریت، به اخلاق و آداب حمیده و ما باورم که در آینده از میان آنها بسیاری هم یک ادیبان خوب، یک نفران شایسته همین جمعیت امروزه تاجیکستان صاحب استقلال با وجود می آیند و نامبرداری خلق و ملت خویش می شوند. باعث یادآوری است که محفل ادبی وارثان ترسونزاده سال 2010 تأسیس یافته است، همچون مکتب لیاقت‌های جوان در مقیاس جمهوری خود را معرفی نموده است. چکیده‌های خامه لیاقت‌هایی که به محفل جلب و تحت آموزش قرار داده شد طول این سال‌ها در هفته‌نامه‌های شهری و جمهوری روی چاپ آمده است. شب ایجادی این دو جوان رو امروز ما شاهدیم و در برابر آنها جوانان دیگری هستند که آنها شعرهای اولین خود را نزد مردم قرائت میکنند. البته این باعث افتخار است که جوانان ما رو بس شعر و شاعری میورند و البته هر وقتی که هر یک شخصی اگر او شاعر یا تصویرگری باشد، رسام خوبی باشد، هیچ وقت به یگان کارهای نامطلوبی دست زند و البته این باعث افتخار ما است که ما جوانان رو در زیر همین لیوای شعر دوستی تربیت و توصیه میکنیم و البته چنانکه که سرور دولت ما امالی رحمان میگوید که جوانان آینده ملت هستند، باید ما جوانان رو باید طرز تربیت کنیم که در حقیقت آینده همین ملت رو ما با اونها باور کرده بسپاریم و آینده سازی این دوران ما باشند. مسئولین نقشه دارد چنین چاره‌بینی ها را من بعد نیز بیشتر تشکیل نماید، چون که تشکیل چنین چاره‌بینی ها میتواند در دل آنها محبت به ادبیات و شعر و شاعری، کتابخوانی و افتخار بلند میهن پرستی را بیدار می نماید.